لعنت به شبهای بعد از تو، به دردی که مانده از تو، به دادم نمیرسی. رفتی آواره شد خانه، ماندم غریبانه، لعنت به بی کسی. قلب من این چنین آسان نمی لرزید، عشقت اما به غمهایش نمی ارزید. دنیا را بردی همراهت به نابودی، دنیا غم شد مگر تو چند نفر بودی. امیر سلام علی، خوبی؟ ممنون، مرسی. باش علی بشو ببینم چیکارو کردی، راحت باش. هیچ، رفتیم قم زیارت دیگه، عشق و حال، دور از مدرسه، بخور درسا چیکار کردی؟ هیچی دیگه. ای بابا یه کمی اونجا خوندیم، حالا دور نشیم از درس و اینا. برای سوغاتی آوردن برا من. چی؟ دست نکنه داشت علی، خیلی دمت گرم. برام با ارزشه. دیگه چه خبر؟ سلامت باشی. هیچ خبری نیست دیگه. درس و دیگه کاری نبود بکنیم. اونا رو نگاه. یک ساعت اونجا وایستادن بازی نمی‌کنن. بلد نیستن یا توپ نمیدونن. دیشب 10 بار بهت پیام دادم، گفتم توپ لامصب بیار دیگه. تو دیروز به من نگفتی من میارم توپو؟ تو داری دست رو میاری، من توپو بیارم. دیشب من خودم پیام دادم، اولین نفر من پیام دادم بهت. ولش کن، اونو به چی می‌خوایم؟ بریم چی؟ داداش چیز خنده دار دیدیم، بگو با هم بخندیم. نه شما یک ساعت اونجا وایستادین بازی نمی‌کنین. دیشب 10 بار بهش پیام دادم، گفتم این توپو بیار. بابا الان توپ ندارید اومدید با اومدیم پا همون تو خونه قرار می‌ذاشت. دست گلی که ای بابا. خب این جلوتر مغازه هست. آره سمت این ور مستقیم باید بریم. بلد نیستم. داش خب اشکال نداره، مسیرمون بریم با هم. بریم. باشه خسته شدی، یکم بشینیم اونجا جا هست. آره خیلی گرد. بشین بچه‌ها بشینیم. بفهم. یه توپ پیدا نشد. ساعت چنده؟ ساعت 2 شده. وای من دیرم شد. کجا می‌خوای بریم؟ میخوام سر کار. بابا حالا بشی یه چندی. خب بابا خیلی دیرم شد، میخوام برم. مسیرت کدوم وره؟ مسیرم میفته سمت احمدآباد اینا. منم اون سمت کار دارم، با هم بریم. خب بیا با هم بریم مگه چی دیگه. بریم. بچه‌ها خداحافظ. آرزوی خودتون باشید. خداحافظ. خدا. تو هستی بگم صحبت دیگه کنیم. واسیم. چه خبرها؟ سلامتی. اسم درستی چی بود؟ من پارسام. من آریان. خوشبختم. بدنت رو فرما، بدن سازی می‌کنی؟ آره یه چند وقتیه بدن سازی شروع کردم. چند سال دقیقاً میشه؟ 1 سالی میشه. گفتی 1 سال هنوز توپر نشد. واسه یه چیزی واسط دارم. نه بابا دیگه کلی رفتن تو این شدم ببین اینو بخور، تو روزی یه دونه‌شو فقط بخور، اونم صبحانه. عالی، بدنت کیپ. برای بدن مضر نیست؟ نه بابا چه مضر؟ ریزش مو اینا. نه من خودم میخورم. من تازه دارم شروع. پس برم همین الان خودم باشگاه اینا بخورم برم. آره. بهتر کنم. تو میمونی؟ نه دیگه من تو الان میخوای بری که آره بریم. خب شما که اگه پایین یا مشکلی نیست بیاین هر جمعه بیاین بازی کنیم. ما هم 2 تا دسته میاریم، توپ میاریم، شما هم 2 تا دسته بیاریم بازی کنیم. من که مشکل ندارم، من بعد با اون رفیقم اوکی کنم. اگه اون رفیق تو هم مشکل نده با پارسا رفیقم اوکی میکنم. قبول.
درسته بود. چقدر دیر کردن. آره و اینا چند وقت خیلی دیر میکنن. سلام. اومد. سلام خوبی؟ چه خبر؟ چیکار می‌کنی؟ هیچ نشستیم. اون رفیقت حسین نیست؟ نه حسین؟ آره. حسین نه دیگه امروز نتونست. سر کار بود دارم. سر کار میری واسه شما؟ آره من میرم ولی این رفیقم. من سر کار نمیرم. یک فکر به حال خود بکن با میریزی نمیشه که. هیچ وقت خود سر کار میرم. من نگاه سعی میکنم که نمیدونم. نگاه یه سایت پیدا کردم مال بورس و ایناست. فقط 5 شماره ریختن توش این سایت که کلیک کنیم میاد. 5 شماره ریختن توش یه هفته یه آیفون گرفت. ببین. مگه میشه؟ عالیه. 6 7 تومن تو جور کن. بابا 6 7 تومن جور کن اوکی میشه. چرا مگه میشه اصلا امکان نداره؟ آره بابا خیلی آسونه. فقط در شانست بگیرید. نمیدونم والله. من دیگه تو این کارا مهارت ندارم. الو. سلام. داداش گوش نکن به اینا. همه کلاهبرداریه. آخه تو یه هفته میتونه اونقدر پول در بیاره؟ نمیشه دیگه. گوش نکن به حرف اینا. کلاهبرداریه. باور نکن. روی امکان نداره. نمیشه. این چیزی تونسته توی هفته آیفون بگیره؟ شاید کارش کلاهبرداریه که همونجوری کرد. کلاهبرداری آیفون گرفته؟ آره دیگه. دیگه اگه 6 7 تومن جور کنی اوکی میشه. نمیدونم دیگه. باش سعی میکنم خبرش بهت میدم. خبرش چی بابا؟ برای چی فکر میخوای بکنی؟ خیلی باید درآمد فکر داره. کنم ببینم میشه یا نه. خبرش بهت بدم. باش بس خود در. قرار یه نیم ساعت با بچه‌ها صحبت کنیم. بعد بریم حرم. حرم؟ بریم حرم یک زیارتی هم کنیم همونجا. من نمیام. خب شما برید. جدی پاشو بریم. این همه رفتیم چی شد تا؟ چی نصیبمون نشد. جدی این حرف الان؟ آره من نمیام. ما الان هر چی داریم از ما رضا داریم. هر چی داریم تاش اینجوری شده زندگیمون. هیچ چی نداریم ما. الکی رفتیم. پارسا خودتی حرم چی شد؟ آره. خودتی آره واقعا حرف اول آخرم هم همینه. باش. خدافظ. ولش کن بابا چی میگی؟ والا میبینی خدایی حرم راحت این چند ساله الان فکر کنم 2 سال میشه دیگه نه؟ چند سال داره میری سر کار؟ 2 سال و نیم اینا. 2 سال و نیم داره میره چی تو جیبش؟ بعد زندگیش هم همینه. من کلا یه هفته اومدم تو این کار. ببین نما رو ببین. اصلا حال کن به خدا. فقط بزن روی لینک نگاه. من هنوز 10 دقیقه پیش نگاه چقدر طول کشید. حالا فردا خبرش بدیم اگه شد که بشه عالیه. عالیه. بریم. پارسا یه دقیقه وایستا کارت دارم. ببین من با همه چی اوکی ام. واقعا با همه چی اوکی ام. از اولم اوکی بودم ولی خب این داستان اعتیاد خیلی رو مخمه. اعتیاد به چی؟ من الان به چی داری انکار میکنی؟ واسه همه انکار کردی واسه منم انکار؟ من اعتیاد به هیچی ندارم. چی میگی؟ از کیه که داره سیگار میکشه؟ لابد منم ولی معتاد تویی. پسترم دارن حرف در میارن. حرف در میارن. تو دیگه اینو نگو. ببین قیافت داره داد میزنه. من هیچی نمیگشم و هیچی نمیخورم. داری دروغ میگی. من دروغ میگم؟ آره. بابا اعتیاد تو داری. تو الان معلوم نیست کجایی. قیافت داره داد میزنه. چه اصلا توی محیط نیست. دارن دروغ میگن بقیه. حرفای بقیه رو باور نکن. بابا حرفای بقیه بی خیال. قد خودتو ببین. قیافه خودتو ببین. داره چشه؟ داد میزنه. ببین من واقعا دیگه با این اوضاع نمیتونم ادامه بدم. دیگه یعنی شری میخوای ولم کنی؟ فکر میکنم به نفع جفتمونه. اگه یه مدتی گذشت تصمیم گرفتی ترک کردی که خب برگرد اوکی. اگر نه خب دیگه سراغ من نیا. فکر نمیکنم اون آدمی که من اول انتخاب کردم تو نبودی. من اون پارسایی رو میخوام که اول رابطه باش بودم. نه اون پارسایی که الان هست. نمیدونم ولی اشتباه دیگه دنبال من نیا. نه ببین دستت به من نخوره. الو سلام خوبیه؟ میگم من 7 تومن رو جور کردم. سریع شماره کارت بده تا 5 دقیقه دیگه بعد میزنم.
آره باش 50 میذارم میفرستم عکس رسیده باشه سعی بفرست خدا الو سلام داداش، سلام. من یه 7 تومن برات زدم. دمت گرم. حله. فقط ببین منو از خانوادم کندم، عشقم منو ترک کرده، باشگاهمو ول کردم، از همه چیز زده شدم، تنها دلخوشی الان من توی داره. آره بابا خیالت راحت. فقط ساعت 9 پارک باشی یا میخوام کارهای ثبت نامتو انجام بدم. الو سلام علیکم کجایی تو؟ یه سر اینجا منتظرت معلوم است کجایی؟ یعنی چی من کیم؟ پارسان دیروز با هم بودیم. چی داری میگی تو الان؟ یعنی چی؟ الو دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعداً تماس بگیرید. لعنت به شبهای بعد از تو، به دردی که ماند از تو، به دادم نمیرسی. رفتی آواره شد خانه، ماندم غریبانه. لعنت به بی کسی، قلب من این چنین آسان نمی لرزید. عشقت اما به غمهایش نمی ارزید. دنیا را بردی همراهت به نابودی. دنیا غم شد مگر تو چند نفر بود.